داغدار مدینه هستی و مادر زهرا. یا امام رضا تا صحبت از خواهر و برادر میشه معمولا دلا میره کربلا، اما خواهر شما از مدینه حرکت کرد. وقتی شنید باباتون به شهادت رسیده گفت برم توس داداشم امام رضا رو ببینم. اومد قم مریضه شد اونجا از دنیا رفت، موفق نشد شما رو ببینه. یه جمله هر کی گرفتاره، نیاز داره، حاجت داره، مریض داره، نمیدونم، یا امام رضا خوب شد خواهرتون حضرت معصوم شما رو ندید لحظات آخر. میخوام در محضر شما یه جمله بگم، کاشم به جانمون زینب اونم نمیگفت برم یه بار دیگه حسینم رو ببینم. اومد بالا بلندی